با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان گرامی. در سلسله مراتب و توضیحاتی که در مورد دجال آخر زمان برای شما توضیح داده بودم، اول اینکه شما واجب هست که به کانال اینستاگرام آقای حسین صاحبی بزاز XIX صاحبی حتما مراجعه بکنید تا دیر نشده، چون دجال اون چیزهایی که من توی اینستاگرام و توی کلیپ ها دارم میبینم کار خودش رو شروع کرده و داره لشکرکشی میکنه و یاران خودش رو داره جمع میکنه. من کلیپ های بسیار تأسف انگیزی دیدم که وقتی که امام زمان ظهور میکنه تمام ماهی ها خوشحال میشن، انسان ها به فضا سفر میکنن، نعمت و برکت بسیار زیادی هست، درخت ها باری که میدن و نمیتونن به دوش بکشن اونقدر که محصولات زیاد میشه، تمام بیماری ها رو حل میکنه و عمر انسان ها به 1000 سال میرسه. ببینید این همه صفات دجال آخر زمانه که ترکیبی از گوشت و آهن در لباس معصوم و در چهره معصوم، و مردم رو دارن با این صفات امام زمان دروغین یا مسیح دجال دروغین فریب میدن که بعد پروژه اصلی خودشون رو اجرا بکنن، که میگن که اینجوری این صفات داره این صفات داره، که وقتی که رونمایی میشه مردم میگن که او این چهره همون چهره بود که هوش مصنوعی درست کرده بود، پس هوش مصنوعی راست میگه، هوش مصنوعی درست میگه، هوش مصنوعی. ببین داره کم کم اوضاع خطرناک میشه و اگر شما آگاه نباشین و این رسالت و این موضوع رو توی اینستاگرام یا توی یوتیوب پخش نکنید، توی واتساپ ها، توی گروه های خانوادگی پخش نکنید، کلیپ قبلی منو پخش نکنید، شمایی که دارید در چشم من نگاه میکنید و این موضوع رو با دو تا گوشاتون میشنوین و این موضوع رو پخش نکنید، مسئولین و باید جواب خداوند رو بدید که از این امکاناتی که خداوند در اختیار شما گذاشته به نحو احسن استفاده نکردین و یکی از مهره ها و یکی از یاران شیطان شدید. امام زمان وقتی که قیام میکنه با این اوصافی که من میبینم و با این تعریف هایی که الان دارن میکنن که این امام زمان اینجوری اونجوری، چهرش اینه، حتی چهرش هم من به شما نشون دادم و اگر نشون ندادم پایین همین کلیپ با اینشات به شما نشون میدم که چهره طراحی شده و تعبیه شده و پیش بینی شده هوش مصنوعی اینه و به زودی اینو رونمایی میکنن که این یک رباته که یک چشمش به تراشی که در مغزش کار گذاشته شده وصله و کلا اصلا نابیناست، ولی این چشمش حالا بصیرت داره، دیجیتاله. اصلا هوش مصنوعی همون دیجیتاله، دجال همون دیجیتاله، همون هوش مصنوعیه. 2 ساله که متولد شده و خیلی خوشحالن. اگر آگاه نباشید، اگر واقعا این آگاهی رو پخش نکنین، اصلا نمیدونم والا، یعنی واقعا تمام تلاششون رو دارن میکنن که اینو توی مغز شما القا بکنن که این فلان شخصیت، این این امام زمانه، همچین خواصی داره، همچین خصوصیات داره. ببینید این وقتی که ظاهر میشه هوش مصنوعی با این چهره و با این خصوصیات، رحمت و برکت و نعمت داره، دست به آسمان میکنه، باران میباره، اشاره به زمین میکنه، در یک لحظه تبدیل به بوستانهای سرسبز و میوه‌های سرسبز میشه و حتی من فکر کنم که آنچنان قدرت داره که روی هر درختی شاید 10 میوه های مختلف به شما تحویل بده. یک درخت باید 10 میوه مختلف از بهترین نوع و از بزرگترین نوعاش به شما تحویل میده. بیماری ها رو حل میکنه، سرطان رو از بین میبره، عمر جاودانه به انسان میده، عمر چندین هزار ساله به انسان میده.
مشکلات مالی و گرسنگی و قحطی و فقر شما رو از بین میبره، شما رو به بالاترین و پیشرفته ترین امکانات و تکنولوژی ها میرسونه. خوب گوش بکنید، اینو پخش بکنید، این رسالت شماست، کوتاهی نکنید. شما هر ببخشید این لفظ رو به کار میبرم، شما هر چرت و پرتی رو پخش میکنید، شیر میکنید، به اشتراک میزنید، ولی این چیزا رو باید به اشتراک بزنید. شما که در این کلیپ رو میبینی، این فیلم رو داری میبینی، مسئولی. یا اصلا نبین، یا وقتی که میبینی قبول بکن که باید پخش بکنی. بعد چون انسان در اون موقع به تنگ اومده از گشنگی، از فساد، از فحشا، از تمام مشکلات که در روی زمین هست به تنگ اومده. الان توی اوضاع احوال مثلا ایران، یکی بیاد یه چیزی به شما بده تمام مشکلات رو حل بکنه، خب میگه خب این همون منجیه دیگه، چون واقعا شما رو نجات داده، در حالی که نجاتش فیکه. اون شیطان در لباس معصومه، شیطان مجسمه. شما الان شیطان رو نمیتونید ببینید، ولی اون موقع شیطان رو میبینید. آگاهی رو پخش بکنید، آگاه باشید. حتی باید اسلحه به دست بگیرید، اسلحه نه که تفنگه، اسلحه آگاهی به دست بگیرید که نتونن این بچه ها با شما برخورد بکنن، شما رو با این شکلات گول بزنن. بعد که وقتی امام زمان قیام میکنه، شما باهاش دوش به دوش میجنگین. این اگه آگاه نباشید میجنگین باهاش. میگه که ما این همه سالیان سال این موضوع، این باقایی که در ایران داره به وجود میاد، این خوشسالی ها، این قحطی ها، همه کار هوش مصنوعی اینا همه رو حل میکنه. خب بعد این موضوع جهانی میشه، همه به تنگ میان، در مقیاس جهانی باید این اتفاقات به وجود میاد. بعد میگه که بعد شما به امام زمان میگه که تا الان کجا بودی وقتی که ما این همه مشکلات داشتیم، این همه جنگ ها شد، این همه کشت و کشتار شد، ما در قحطی و گرسنگی و بیماری و بدبختی بودیم، الان اومدی چیکار بکنی؟ در حالی که این نکته طلاییه. انسان فراموش کرده بود که برای چی به این دنیا اومده. برای دنیا طلبیت اومده بودی؟ برای فساد اومده بودی؟ برای مال جمع کردن و آباد کردن این دنیا اومده بودی، یا برای آخرتت اومده بودی؟ تو مگه با خداوند پیمان نبسته بودی که به خداوند کافر نشی؟ اصلا خداوند رو اون موقع منکر میشید، میگن این خداست، این کسی که داره این کارا رو میکنه این همین منجیه، این همین مسیحه، این همین مسیحه، این همین حضرت مهدی، هر کسی به دین خودش یه اسمی باش میذاره. این اصلا بعد میگه بعد اون هوش مصنوعی که ربات هست ولی به شکل یک انسانه و شما اصلا نمیتونید تشخیصش بدید، زیر پاش دیسکی که تمام عالم میتونه بگرده، تمام دنیا رو میگرده. بلند پایه ترین مقامات مذهبی در دنیا بهش تعظیم میکنن، میگن این همون مسیحه، این همون مهدیه که ظهور کرده. نگاه کن چه امکاناتی، چه به شما مایانه میلیاردها میلیارد پول میدن، پول بی‌پشتوانه، پول بهت میده بدون کار. ما باید آگاه باشید، اگه آگاه نباشید با کله توی بدبختی فرو میدین، توی چاله فرو میدین، از چاله میفتین تو چاه. من به وقت شما و به وجود شما احترام قائل هستم و هیچ وقت نمیگم که وقت شما رو به خاطر اینجور چیزای پیش پا افتاده بگیرم، حجم اینترنت شما رو بگیرم. آگاه دارم شما میکنم از مسائلی که در آینده به زودی اتفاق میفته و الان توی این کانال های اینستاگرام و یوتیوب دارن کم کم شروع میکنن. این امام زمان بیاد اینجوری میشه. نه قبل از که امام زمان بیاد، امام زمان های دروغی و پیامبر همین نوح دیگه، همین نوحی که توی آفریقا بوده، رفته کشتی درست کرده، بعد گفته سیل میاد، بعدن میگه من با خدا صحبت کردم سیل رو عقب انداختم، بعدن رفته پول جمع کرده برای خودش، رفته بنز گرفته. پیامبران دروغین دارن کم کم ظهور میکنن. این یکی از نمونه‌هاش. نمیبینید واقعا این آگاهی در ذهن شما نمیاد که اتفاقات میفته؟ هوش مصنوعی داره میاد، دیجیتال پیشرفت کرده. بعد الان همون آقای حسین صاحبی بزاز که ایشون تجربه نزدیک به مرگ داشته، با حضرت فاطمه صحبت کرده، حضرت فاطمه رو دیده، دیگه از این بالاتر نیست که. الان کلی از این کانال‌های یوتیوب و
تلگرام و اینستاگرام میگه من مرگ رو تجربه کردم، من فلان کردم. اینا همه آقا دروغه عزیز. چرا همش دوست دارین که فریب بخورین؟ چرا فریب خوردن دوست دارین ولی شنیدن آگاهی رو دوست ندارین؟ چرا پخش نمی‌کنین این کلیپ ها رو؟ چرا به کانال آقای حسین صاحبی بزاز نمیرین فالوش بکنید، استوریاشو بخونید، اون هایلایتاشو بخونید؟ این چقدر این مرد بزرگواره، چقدر این مرد مهربانه، چقدر این مرد سختی کشیده، دهنشو سرویس کردن. چرا؟ چون شیاطین نمیخوان که شما آگاه بشین. من بیام بشینم حتما باید عمامه داشته باشم، اینقدر ریش داشته باشم، اینجوری بشینم مؤدبانه بسم الله الرحمن الرحیم فلان بساله. آقا اینجوری نیست که. شما باید آگاهی رو حتی اگر شیطان باشه بگیرید بذارید تو کوله پشتید بری، نباید بمونی. حتی اگر کافر باشه، ببین کافر نشین. هوش مصنوعی دیجیتال دجال شما رو به کفر میکشونه، خدا رو منکر میشین. میگه همش سعی تلاش ما بوده، علم و عقل و تکنولوژی ما بوده که این بهشت رو داریم برای خودمون در این دنیا میسازیم. در حالی که قرار نبود که دنیاتون رو بهشت بکنید، قرار بود که آخرتون رو بهشت بکنید. به هوش باشید. کانال آقای صاحبی بزاز در اینستاگرام رو دنبال کنید، XIX underline صاحبی، عکسشون میاد. اهل دسفول هم هستن، مهندسن، مخترعن، هزاران کار کردن، هزاران کار کرده برای مردم شهر و کشورش، دهنش رو صاف کردن. قدر اینجور افراد بدونید تا ازشون استفاده بکنید، از آگاهی خودتون. بعضی هم میان تو کانالش خب بیا از جنگ به ما بگو. خب جنگ اصلا به تو بگه، اصلا فدا جنگ شد. خب تو چی کاری به تو میاد؟ چی برای آخرتت چی بدت میخوره که تو اصلا از جنگ بدونی، از وقایع آینده ایران بدونی؟ آقا چی برای سعادتت چی مفیده؟ اینا برای سعادتت هیچ مفید نیست. برای سعادت اینه که آگاه بشی، بدونی که الان چند وقت دیگه، چند سال دیگه چه اتفاقاتی داره میفته، از دو غافل نشی و اینکه یاد شیطان نشی که بری با حضرت مهدی بجنگی که وقتی که ظهور میکنه شما باش میجنگین. دنیا طلب میشین، دنیا دوست میشین، به خدا کافر میشین، از خدا دور میشین. طرف پروفایلش سرباز مهدیه ولی بی‌ادب‌ترین و رکیک‌ترین صحبت‌ها و قضاوت‌ها رو در مورد این آقا میکنه. من میام به طرف میام آقا تو مثلا فلان کار داری میکنی، آقا اشتباهه، رکیک‌ترین فحشا رو میاد به میده. شما یاد امام زمانین با ادبتون، با این شخصیتتون. یک حرف بزرگی آقای صاحبی بزاز زد، خداوکیلی بعضی از حرفاش خداوکیلی باید با طلا نوشت، با طلای 24 عیار باید نوشت. میگه زبان شما نماینده روح شما، اخلاق شما نماینده روح شماست و زبان شما نماینده روح شماست. این حرف خیلی بزرگی ها، جمله کوتاهیه ولی یک کتاب 1000 ورقی توش تفسیر صحبت داره. برین تو کانالش که به غیر از خیر و خوبی چی دیگه با شما آگاه سازی نمیکنه. دنیا طلب نشین، از خدا دور نشین، دنیاتون رو آباد نکنین، دنیاتون رو بهش نکنین. شما برای این به دنیا نیومده بودین. الان آقای صاحبی بزاز اون دفعه داشتن میگفتن که همین شرکت متاورز یه چیزی رو درست میکنه، عینک است که شما میزنید حالت خلسه میدین، بو و طعم غذاها رو اونجا حس میکنید، اصلا تو اونجا زندگی میکنید. یعنی کلا دیگه تعطیل میشین دیگه، یعنی کلا بخواب چشاتو ببند برو توی عالم خودت دیگه. نه خدا رو میشناسی، نه خدا رو یاد میکنی، نه به کسی کمک میکنی، به کسی نیکی میکنی، کلا دور میشین دیگه. خب شیطان همین میخواد دیگه. چی با شما جذابه؟ قبلا پول بود، قبلا سیگار بود، قبلا عرق بود، الکل بود، قبلا فحشا بود. کار به جایی میکشه که شما با ربات‌ها ارتباط جنسی برقرار میکنید. من اینجوری فکر میکنم فساد غوغا میکنه اگه اینجوری باشه.
و شما دیگه خداوند دور میشین که بعد نماز پس چی میشه؟ پس یاد خدا چی میشه؟ دعا کردن چی میشه؟ نیکی در حق همدیگه چی میشه؟ همه چی نابود میشه. این همین نمیخواد که نابود بشه. شیطانه دیگه، کار شیطانه. 15 دقیقه هم شده وقت شما نمیگیرم. به کانال اینستاگرام آقای حسین صاحبی بزاز برین. ایشون مرد شریفی است، دوست من است و در قلب من جای داره. اگر منو قبول دارید، اگر کلیپای من دیدید قبلا به دل شما نشسته، این چیز احساسی نیست، اعتقادیه. برید و مردم رو هم با خودتون بکشونید بیارید. مردم به زودی غرق میشن. بکشونید اینا رو، بکشونید بالا، بیارید روی جای امن نگه دارید. الان هوش مصنوعی داره لشکرکشی میکنه، داره مردم رو به چیزهای خوب ترغیب میکنه، چیزهای جذاب داره میکشونه. عین بلا تشبیه این یک شیرینی اونجا میذاره، موچه ها دورش جمع میشن. چیز خوبیه دیگه، چیز قشنگیه، چیز زیباییه. طلا، پول، نمیدونم، امکانات، راحتی، ثروت، سلامتی، طول عمر. یک لحظه شما فکر میکنید تلپورت میشید میرید تو یک کشور دیگه. اینا همه امکانات. خب منم خیلی خوشم میاد، شاید منم واقعا اون موقع گمراه بشم. حواستون باشه، مواظب باشین. اوضاع داره خطرناک میشه، اینا دارن کاراشون رو شروع میکنن. چهره امام زمان رو با هوش مصنوعی درست میکنن، اینجوری مونده فلان، خیلی زیبا با عبا قبای پیامبر. مواظب باشین، این هوش مصنوعی دجاله، این از مهدی نیست، این حضرت امام زمان نیست. من به شما گفتم و شما شنیدید و انشالله که عمل بکنید. به کانالش برید تا دیر نشده و مردم رو آگاه بکنید. به شما هشدار دادم، به شما وظیفتونه، رسالتتونه که این کار انجام بدین. هر کس هم نخواست خودش با جوابگوی اعمال خودش در پیشگاه خداوند باشه. السلام علیکم و رحمت الله. آقای صاحبی بزاز بسیار مرد شریفی هستند. اونقدر من ایشونو دوست دارم که حد نداره. خودش خبر نداره و که چقدر من ایشونو دوست دارم. چرا؟ چون خداوند دوستش داره. چرا؟ چون ایشون خداوند رو دوست داره و هر کسی که خداوند رو دوست داشته باشه من عاشقش میشم. من شاید این جمله بد باشه، من عاشق آقای صاحبی بزازم، چون عاشق خدا هستم. خب چون ایشون هم خداوند رو دوست داره و داره منو آگاه میکنه. من سر تعظیم بهش فرود میارم، به علمی که داره به من یاد میده، به آگاهی که داره به من میده، به این انرژی که داره برای ما داره میذاره، برای ما محترمه. بسیار مرد شریفیه آقای صاحبی بزاز. بعضیا تو کامنتاش فوش میمیسن، بعضیا بیادبی میکنن. اونا رو باید روبروی خداوند وای میستی و خود جوابگوی عمل خودتی که این مرد رو چرا اذیت کردین. خیلی مرد بزرگواریه. عاشق خدا باشین، همه چیزتون ملاک خدا باشه. انسان ها رو بریزین دور، فقط ملاکتون خداوند باشه و کسانی که خداوند اونها رو دوست داره و کسانی که خداوند رو دوست دارن بهشون احترام بذارید، بالای سرتون بذارید که اونها عزیزن، در حالی که خودشون اونقدر که خاکی هستن، اونقدر که محجوبن، به خاطر همین محبوبن در نزد کسانی که میشناسنش. عقلشون در قلبشون وقتی که صحبت میکنن که بوی خدا میده، انسان قلبش آرام میگیره، میگه این نشانی از خداست، این یک عطر و بوی خدا میده حرفاش. موفق و مایت باشید.